سلام دوستان، شایان هستم. بخواستم بهتون آموزش کانفیگ VPN SSH. اگه یادتون باشه ما یه ابزاری معرفی کردیم به اسم ایرانوکس باش اسکریپت اینستالر رانر که میومد سرور رو خیلی راحت براتون کانفیگ میکرد بر اساس پروتکل SSH تانل. SSH تانلی که در اصل بگیم SSH TLS payload، ترکیب این سه تا روشه. خب کسانی که از این روش استفاده کردن و VPS خودشون کانفیگ کردن و میخوان بهش متصل بشن و اکانت، چون این به تلگرام هم یادتون باشه تو ویدیو قبلی گفتم چجوری متصلش کنید، با تلگرام یوزر بسازید. من الان فقط میخوام آموزش اینو بهتون بزنم که چجوری توی سیستم گوشیتون، چه اندروید چه آیفون و ویندوز، چجوری از این کانفیگ استفاده کنید. چون خیلی از دوستان ازم سوال میکردن که کجا باید وارد کنیم، چجوری. دیدم با تکست نمیشه توضیح داد، ترجیح دادم که ویدیو براش بگیرم. خب این ابزار میذاریم کنار. ما تصور میکنید، چون آموزش قبلا گذاشتم، شما سرور کانفیگ کردید از طریق این بده با راحت ترین روش ممکن، واقعا که فکر میکنم وجود داره واسه کانفیگ یک سرور. شما یک VPS یا سرور مجازی شخصی ساختید، الان میخواین ازش استفاده کنید و توش یوزر ساختید، میخواین یوزرات متصل کنید به خانواده، میخواین بدید ابزارهای به دوستانتون میخواید بدید که متصل بشن باهاش. بریم ببینیم چه کار باید بکنیم. ما تصور میکنیم که شما الان تلگرام متصل کردید. حالا روش تلگرام، شما توی تلگرام یه فرمان انتخاب کنید که یوزر و یک یوزر ساختید. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی من توضیح داده بودم که اد یوزر رو میزنید، یوزر نیم پسورد رو انتخاب میکنید، تعداد کانکشن بهتون همینجا تو تلگرام براتون یوزر میسازه. این یوزر دیگه که ساخته شده قابلیت اتصال به VPN شما رو داره، به سرور شما و اتصال VPN داره. الان این صفحه گوشی منه. نرم افزاری که شما باید داشته باشه واسه توی گوشیتون MPV تانله که روی iOS هم فکر کنم همین MPV Do باید you need باشه. a 100% free, easy to تبلیغات هم داره، خب کارش نمیشه کرد. روی iOS هم فکر میکنم باید هم MPV تانل باشه یا نپسترنت، فکر کنم همون MPV تانل باشه. حالا باید سرچ میکنیم. این اپلیکیشن توی سایت ایرانوکس هم هست. اگر شما وارد سایت ایرانوکس بشید، من الان بهتون نشون بدم. اگر توی گوگل پلی که راحت میتونید دانلودش کنید. اگر هم خواستید که فایل APK سالمش رو جای دیگه دانلود کنید، میتونید تو iranox.nz بخش مگا پک، اینجا خب MPV تانل واسه اندروید اینجا هست. شما میتونید فایل APK شاید اینجا دانلود کنید. نت مود هم که واسه ویندوزشه که شما حالا بعد از این بهتون میگم از اینجا میتونید دانلودش کنید. اونم که نرم افزار بشرانرمون که اینجا هست میتونید استفاده کنید. واسه دانلودش پس قرارش اول گوگل پلی استفاده کنید. اگر که خواستید که جای دیگه APKش و فایلش رو دانلود کنید، میتونید از سایت ایرانوکس هم برش دارید. بعد از اینکه نصب کنید رو گوشیتون، این اولین چیزی که مشاهده میکنید این صفحه است توی گوشی. شما رو تو کانفیگ، اینجا شما یه پلاس میزنید، اد کانفیگ مانوال SSH کانفیگ رو انتخاب میکنید. این صفحه از که شما نمایش داده میشه. اوکی. اولین کاری که باید بکنید تو این روشی که ما معرفی کردیم به شما، برای اتصالش باید گزینه SSH TLS payload انتخاب کنید. اینجا یه ریمارک میخواد. من موقعی اسکریپت سعی کردم تمام کانفیگ ها رو به ترتیب همین MPV تانل براتون بسازم که راحت باشید. پروتکل اینجا گفتم SSH TLS payload، یعنی شما وقتی اکانت ساخته میشه اینجا شما بهتون گفته شده پروتکل چیه. ریمارکش رو معلوم، ریمارک بر اساس یوزر، من یوزر ساختم مثل بهار، میذارم همون مثل بهار. هرچی این یه اسمه، اصلا فرق نداره. این سیستم داره بر اساس یوزر براتون اینجا شما هر اسمی دلتون خواست واسه این VPN کانکشن بزنید تو بخش ریمارکس میذاره. بعد میرسیم بخش SSH هاست، ارتباط سرور. بهار داد هاست ساب دامینی که ما ساختیم برای این تست اینجا قرار داده میشه. بعد میگه SSH پورت، اینجا هم دقیقاً اسمش همون SSH پورته 443. من 443 اینجا میذارم. بعد شما توجه کنید توی تلگرام که میذاریم روی هر کدوم از اینا ما روی طراحی کردیم که روش کلیک کنید کپی میشه خودکار.
نیاز نیست انتخابش کنید و سلکتش کنید بعد کپی کنید. UDP-GW پورت که همون 7300 اینجا 7300 دست نمیزنیم بهش. یوزرنیم، من یوزرنیم همینجا بهاره، اینم بهار میزنیم و پسورد بهاران، پسورد هم وارد میکنیم. توی قسمت TLS شما چیزی رو تغییر نمیدید دوستان، فقط اینجا SNI، اینجا هم SNI دارید دقیقا، اینو کپی میکنید اینجا میذارید یا دستی وارد میکنید فرقی نداره، شما تو گوشیتون بالاخره تو تلگرام اینو دریافت کردید کپی میکنید همونجا پیستش میکنید. بخش مهمی که من اینجا باید بگم این پیلوده، این توی این نرم افزار MPV خیلی اینجا رو اشتباه میکنه. اینجا رو ادیت پیلود نباید بذارید، اصلا با کاری با اون نداره. این قسمت خاکستری رنگ پایین قابلیت تایپ داره، شما این بخش پیلود اینجا کپی میکنید و این هم اینجا پستش میکنید. تمام. الان من یه کانکشن دارم، اینم حتما یادتون باشه که قبل از اینکه از این صفحه خارج بشید این سیو بالاست کیبورد رو مینیمایز کنید و سیو رو بالا بزنید تا سیو بشه. من الان یک کانکشن به اسم بهار اضافه شد که رفت پایین لیستم، من انتخابش کردم اینجا سلکتش میکنم. هر کانکشنی که اینجا سلکتش کنید شما نرم افزار سعی کنید با اون اتصال رو برقرار کنه. من میام اینجا تو لاگ هم پاک میکنم، این کاری نیست که شما نیاز باشه انجام بدید، برای من فقط میخوام ببینید. اینجا الان اینجا بهتون میگه شما میخواین به کانکشن بهار متصل بشید. اوکی، من کانکتینگ رو میزنم و منتظر میشم که اتصال، وقتی که این تبلیغات اومد 99% بدونید که متصل شدید، چون وقتی اتصال اتفاق میفته این تبلیغات رو نمایش میده. خب دیگه نرم افزار رایگان خوبی الان کانکت شد. شما الان با این کانفیگ متصل شدید داخل گوشه اندرویدیتون به MPV تانر و تمام. خواستین هم قطع کنید دوباره همین کلیک میکنید، هر سری هم که دکمه کلودش جایی هوشمندانه تغییر میکنه. اوکی، این برای بحث اندروید. iOS هم دقیقا همینه ظاهرش، من تا جایی که چک کردم همین نرم افزاره و همین اپلیکیشنه و با همین سیستم کار میکنه. پس شما کانفیگ هایی که با روش جدید ما میسازید داخل تلگرام یا چه داخل خود سرور، کانفیگش به این شکل وارد میشه و استفاده میکنه. یه نکته خیلی مهم بگم، شاید واسه مثلا شما میخواید به پدر مادر بدین سنشون بالا باشه براشون یکم سخت باشه، اینجا شما نیاز نیست این کانفیگ رو بفرستین. شما اگر یه کانفیگ بسید مثلا بگین 20 نفر اجازه کانکت شدن با این اکانت رو دارن، این اکانت رو که اونجا ساخت اینجا وارد کردید شما میتونید اینجا شیر رو بزنید و یک اسم بهش بدید، یک اسم بدید بزنید که مثلا فریدا میرا. شما اینجا که بزنید اکسپورت کانفیگوریشن که بکنید میتونید لاک کنید که اطلاعات مهمم داخل فایلتون مشخص نشه. به شما یک فایل ساخته میشه داخل براوزرتون و به شما اون فایل رو میده و شما از این به بعد میتونید راحت اون فایل رو بردارید و استفاده کنید. الان یک فایل واسه من داخل گوشیم ساخت و من میتونم از این به بعد این فایل رو از طریق تلگرام ارسال کنم واسه هر کسی که میخوام. اون شخص فقط روی فایل تو تلگرام وقتی که دریافتش میکنه روش کلیک کنه خودش MPV تانل تشخیص میده، بهتون پیغام میده که آقا این کانفیگ MPV تانله، با همین متصل بشم، یه اوکی میزنه. تمام همین تنظیماتی که شما وارد کردید با همین اسم و با همین مشخصات با هر چیزی که اینجا هست واسش ایمپورت میشه خودکار توی MPV تانل. فقط لازمه که بعد از اینکه این کار کرد برگرده تو صفحه اول انتخاب شده باشه این کانکشن و کانکت رو بزنه. تمام. خیلی راحت میتونید واسه افرادی که براشون سخت وارد کردن این اطلاعات کانکشن رو بفرستید. من خیلی سعی کردم که کانکشن هم داخل اپلیکیشن طراحی کنم که بتونید خروجی به شما کانکشن فایل بده که شما همینجوری خودتون هم بتونید وارد کنید. متاسفانه MPV تانل اوپن سورس نیست و سیستم انکریپشن فایلش هیچ جا توضیح داده نشده بود، واسه همین نتونستیم ما این کارو بکنیم که این خروجی رو مستقل دیگه به شما فایل داده بشه شما فایل ارسال کنید. ولی خب یک بار باید یه نفر کانفیگ کنه میتونه اون فایل رو بسازه و ارسال کنه واسه دیگر. این از بحث MPV.
موضوع بعدی بحث روی ویندوز میخواستید استفاده کنید. برای استفاده روی ویندوز در اصل نت مود هست که من باز اینو گذاشتم توی رانوکس. شما میتونید دانلودش کنید. یک فایل اگزاست فقط. شما فایل اگزا رو که اجرا کنید با اجازه بدید که من اینجا گذاشته بودمش که الان میخواستم نت مود، اینو بذاریم کنار. این نت مود، این اپلیکیشن تحت ویندوزه. اون صفحه گوشی من بود که فقط شما اونجا میدیدید. فکر نکنید که اپلیکیشن بود. اون صفحه گوشی من بود که میرو کرده بودم روی دسکتاپ که برای شما فیلم بگیرم. همه اون اتفاقاتی که داشت اونجا میفته روی گوشی من. حالا بریم روی ویندوز میخوایم کانفیگرش کنیم. شما نت مود رو که نصب کنید، صفحه اول یک پلاس رو میزنید، اینجا SSH رو انتخاب میکنیم. ریمارک مثل همون هر اسمی که دلتون میخواد بذارید. من میذارم ایرانوکس دات، اگه قبول کنید دات NC که اسم سایتمونه. بعد میگه آدرس اینجا میشه SSH هاستتون. شما SSH هاست رو اینجا وارد میکنید. بعد میگه پورت 443. بعد یوزر نیم ما گذاشتیم بهار. بعد پسورد بهاران. پراکسی تایپ روی نان باید باشه. پیلود، این قسمت پیلود که اینجا هست اینجا وارد میکنید. رو بحث قسمت سکیوریتی اینجا رو TLS. سرور نیم ایندیکیشن، این قسمت همون SNI که اینجا SNI گفته شده. شما SNI هم اینجا وارد میکنید. دیگه هیچ چیزی رو نیاز نیست تغییر بدیم. این شد کل تغییرات ما. من الان اینو میسازم. اینجا linux.nz انتخاب شده است. این هم لاگ داره. میتونید اگر مثلا کانکت نشد بیاین لاگاشو نگاه کنید. ولی خب نیاز نیست. این حالا من اینجا میذارم تو لاگ که ببینیم چه اتفاقی. شما اینجا دکمه ران یا پلی رو که بزنید یه نسو داره میگیره فوروارد و تمام. این علامت و تایمر که واسه شما نمایش داده شد، الان شما رو ویندوز به همون ارتباط اون نوع VPNی که برای شما توسعه دادیم میتونید متصل بشید و استفاده کنید. روی همراه اول و ایرانسل فوق‌العاده پرسرعت و خوب داره جواب میده. روی آسیاتک هم تست شده. روی رسپینا به من گفتن و فکر میکنم شاتل، به خاطر محدودیت هایی که این دوتا پرووایدر واسه کلادفلر گذاشتن، مثل اینکه راحت همه نمیتونستن متصل بشن. ولی خب روی بقیه اونم میگم بستگی به منطقتون داره. ممکن تهران متصل بشه یا مثلا نشه، یه شهر دیگه بتونن متصل بشه. ولی خب همراه اول و ایرانسل رو توی تمام تستا و همه جا خیلی پرسرعت تونستن و راحت متصل بشن. و این کانکشن بهتون گفتم که یه روشی که فقط یک VPS خارجی میخواد و خیلی راحته و ارزون براتون تموم میشه. با امید آزادی موفق باشید. وقتتون بخیر. خداحافظ.